پیامی دارید نسبت به ترامپ به خاطر گزاف گروهی که ترامپو من آدم حساب نمی‌کنم، باش حرف بزن بری بمیره. من معترضم، ولی بخواد پای این لجنزارا و صهیونیست و سکتوله‌هاش اینجا باز بشه نه. ما هرچی هم با هم دیگه مشکل داشته باشیم، ولی این که بخواید اینجا قطع علم کنید نه. ما هستیم، جونمون رو پای این کشور میذاریم. هیچ کشوری به ایران من نمیتونه دست بزنه. یا فریب خوردن یا کلا از جاهای دیگه اومدن. ما مردم تهرانیم و باهاش هم وایسادیم. کسی که از این خاک از این مرزبون باشه آرامش مردمش رو به هم نمیزنه. ارزشو ندارم. ما یکی وجب از خاک ایرانمون رو بهشون نمیدیم. ما هممون فدای رهبرمون، فدای کشورمون. خیلی شدیداً باید مجازات بشن. ببین اون موقعی که 8 سال ما جنگیدیم یه سیم خاردار هم نداشتیم. الان که دیگه در حدی نیست. نه اینجا ونزوئلاست که بخوای شبونه بخوای یه بازی سوری رو نه عزیز دریا نجس نمیشه با این صحبت‌ها. جان ما و همه ایرانی‌ها فدای رهبر ما. یه سریا اونور مرز یه خیالای باطلی کردن. حالا رهبر جانم فدای رهبر بدون هیچ نگرانی از نگاه‌های دوستان آشنایان هر اسم یه سری گرونی‌ها یه سری اتفاقات هستیم ولی هیچ عاشق اعلام خالی نمی‌کنیم. عاشقتم آقا جون، چی بگم؟ جونمو برات میدم، هر چی دستور بدی دستور بده، با کله بریم تو شکمشون، هر چی شما بگید. من واقعا تا جون دارم و شب دوست دارم. مردم ایران همونطوری که تا الان بودن باید چشمشون فقط به سخن رهبری باشه. کلام ایشون همه رو آروم میکنه. سید علی عاشقتم عاشقتم عاشقتم.